یک مثال عینی از چگونگی انتقال ثروت آذربایجان جنوبی به استانهای مرکزی از طریق مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات است که از مصرف کننده دریافت شده و در ردیف مالیات‌های غیر مستقیم طبقه بندی می شود که نرخ فعلی آن 9% است. دولت 9% مالیات بر ارزش افزوده را از تولید کننده اخذ می کند و تولید کننده این 9% را به قیمت کالا اضافه می نماید. پس در حقیقت پرداخت کنندگان حقیقی این نوع مالیات مردم هستند، نه تولید کنندگان. حال دولت برای اعمال تبعیض اقتصادی در محاسبات و آمار خود مالیات اخذ شده از تولید کنندگان را به عنوان درآمد مالیاتی هر استان در نظر می‌گیرد، در حالی که مصرف کنندگان آن محصول در همه استانها این مالیات را پرداخت کرده‌اند. فرض کنید محصولی در شیراز تولید می شود و 9% مالیات آن به دولت پرداخت می شود و این محصول در چندین شهر مختلف مصرف می شود. از آنجا که بخشی از این محصول مثلا در شهر زنجان مصرف شده، مالیات بر ارزش افزوده را شهروند زنجانی پرداخت کرده است، نه تولید کننده شیرازی. اما دولت در آمار خود این مالیات پرداخت شده را جزو درآمدهای مالیاتی استان فارس لحاظ می کند. از آنجایی که صنایع در استانهای مرکزی تمرکز داده شده‌اند، بدیهی است که میزان تولیدات در این استانها قابل قیاس با سایر استانها نباشد. همچنان که طبق سند IMI 100 که هر ساله منتشر شده و نشان دهنده 100 شرکت بزرگ جغرافیایی ایران است، کلیه این شرکت‌ها در استانهای مرکزی تجمیع پیدا کرده‌اند و آذربایجان جنوبی سهمی از این 100 شرکت بزرگ جغرافیایی ایران ندارد. این مسئله باعث می شود که مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده در آذربایجان جنوبی پرداخت کند، ولی آمار آن را متعلق به استانهای مرکزی نشان دهد. به عنوان مثال مالیات‌های غیر مستقیم، یعنی مجموع مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده، طبق آخرین آمار ارائه شده یعنی سال 1397 برای استان یزد 683 میلیارد تومان و برای استان اردبیل 156 میلیارد تومان، یعنی حدود 4.5 برابر ذکر شده است، در حالی که جمعیت هر دو استان برابر بوده و طبیعتاً مصرف و در نتیجه مالیات غیر مستقیم پرداخت شده هم تقریباً برابر است. سپس مسئولین با استناد به اینکه استانهای مرکزی مالیات بیشتری پرداخت کرده اند، خواستار بودجه بیشتری برای استانهای مرکزی می شوند و با اخذ بودجه بیشتر صنایع بیشتری در مرکز ایران متمرکز می شود. اما تبعیض به اینجا ختم نمی شود. از سوی دیگر طبق قانون 5/9 از مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به استانها برگردانده می شود تا خرج توسعه آن استان شود که 4/9 سهم شهرداری ها و دهیاری ها و 1/9 سهم بخش سلامت استان است. البته سهم هر استان از مالیات بر ارزش افزوده میبایست به نسبت جمعیت آن استان تعیین شود، چرا که استانها به نسبت جمعیت خود مصرف داشته و مالیات پرداختند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و کاملا سلیقه‌ای عمل می شود. از آنجا که گفتیم مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف بوده و مصرف کننده آن را می پردازد، بدیهی است که هر استانی جمعیت بیشتری داشته باشد، مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخته و در واقع سهم هر استان از این نوع مالیات تقریباً برابر سهم آن استان از جمعیت کل جغرافیای ایران است. اما مسئولین با سفسطه و مراجعه به آمار مالیات هایی که از تولید کنندگان در استانها دریافت کرده اند، ادعا می کنند که استانهای مرکزی مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت می کنند، در حالی که بر همه آشکار است که این نوع مالیات را مصرف کننده پرداخت می کند، نه تولید کننده. بر همین اساس ادعا می شود که عمده مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده در استانهای مرکزی را شرکت‌های بزرگ پرداخت کرده اند.
به طوری که 70% مالیات بر ارزش افزوده استان یزد توسط 4 شرکت و در استان اصفهان توسط 13 شرکت پرداخت می شود. این در حالی است که همه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط مصرف کننده پرداخت شده و ربطی به این شرکت ها ندارد. در واقع تولید کنندگان مالیات را ابتدا پرداخته و سپس روی قیمت فروش اضافه می کنند و در واقع مصرف کننده این مالیات را می پردازد. اما دولت با علم به این مسئله از تخصیص 5/9 مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نسبت جمعیت که باید بین استانها تقسیم شود خودداری کرده و طوری وانمود می کند که گویی مالیات بر ارزش افزوده را صنایع تولید کننده در مرکز پرداخت کردند، نه مصرف کنندگان. بر این اساس است که به استانهای مرکزی سهم بیشتری از بودجه را تخصیص می دهند. اجازه دهید برای روشن شدن موضوع و چگونگی عملکرد این سیستم آن را با یک مثال تشریح کنیم. فرض کنید که تولید کنندگان استان یزد 100 تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده باشند و 10% محصولات تولیدی در خود یزد مصرف شود. از آنجا که این نوع مالیات را مصرف کننده پرداخت می کند، در واقع 10 تومان از این مالیات در یزد پرداخت شده، ولی دولت همه آن 100 تومان را به حساب استان یزد می گذارد و در تخصیص بودجه با استناد به اینکه یزد مالیات بیشتری پرداخته به استان یزد بودجه بیشتری می دهد. حالا دولت بر اساس قانون 5/9 55 تومان به استان یزد پس می دهد، در حالی که مردم یزد تنها 10 تومان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند و 90 تومان مالیات را مصرف کنندگان در سایر استانها پرداخت کرده اند. یعنی در اینجا استان یزد تقریباً 5.5 برابر مبلغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده را از دولت پس گرفته است. از سوی دیگر مسئولین یزد با استناد به این آمار خواهان بودجه بیشتری برای استان خود می شوند. اما در آذربایجان جنوبی این مسئله برعکس بوده و به دلیل عدم توسعه صنایع به خصوص در استانهایی مثل اردبیل و زنجان مردم به نسبت جمعیتشان مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کردند، ولی دولت آن را به حساب استانهای تولید کننده محصول گذاشته است. پس بی دلیل نیست که محمد صالح جوکار نماینده یزد و اشکزر در مجلس با گستاخی هرچه تمامتر پیشنهاد داده است تا همه درآمد مالیاتی استان یزد در همان استان خرج شود، چون وی خوب می‌داند که بخش بزرگی از این درآمد مالیاتی از استانهای دیگر پرداخت شده و صرفاً آمار آن برای استان یزد ذکر شده است. طبیعتاً استانهای مختلف آذربایجان جنوبی در صورت محاسبه صحیح درآمد مالیاتی استانها و پایان دادن به تمرکز صنایع در استانهای مرکزی از چنین طرحی استقبال خواهند کرد. تا زمانی که دولت آمار مالیات پرداخت شده استانها را تصحیح نکرده و 4/9 سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و 1/9 سهم بخش سلامت را بر اساس جمعیت توزیع نکند و به تمرکز ثروت و صنایع در استانهای مرکزی ادامه دهد، این مشکل حل نخواهد شد. به طوری که در 10 ماهه نخست سال 99 1500 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در استان اصفهان توزیع شده که تا پایان سال به 2000 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در سال 97 حدود 12 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان مهریز استان یزد با جمعیت تنها 51,000 نفر اختصاص داده شده است. این در حالی است که سهم شهر اردبیل با جمعیت 530,000 نفر، یعنی بیش از 10 برابر جمعیت مهریز، برای سال 97 تنها 35 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است. کل استان اردبیل 97 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده که شامل 29 شهرداری، 874 دهیاری و مناطق عشایری و 832 مورد فاقده دهیاری می شود.
در واقع شهر اردبیل 10 برابر مهریز استان یزد جمعیت داشته ولی تنها 3 برابر آن دریافتی داشته است که این مسئله یک مثال عینی است که نشان دهنده عدم توزیع مالیات بر ارزش افزوده به نسبت جمعیت در بین استانهای مختلف است. در حقیقت دولت با تمرکز صنایع بزرگ در استانهای مرکزی و وضع قوانینی از این دست به شکلی غیر مستقیم و با حقه و تکنیک‌های حسابداری بخش بزرگی از مالیات پرداخت شده در آذربایجان جنوبی را به استانهای مرکزی منتقل می‌نماید. این روند هر روز منجر به فقیرتر شدن و بزرگتر شدن شکاف اقتصادی بین آذربایجان جنوبی و استانهای مرکزی خواهد شد. لذا به نظر می رسد در شرایطی که مسئولین استانی آذربایجان جنوبی از روی ناآگاهی و یا با هدف خیانت به ملت ترک آذربایجان جنوبی بر تبعیض سیستماتیک اقتصادی چشم پوشانده اند، تنها راه موجود برای پایان دادن به چپاول و جلوگیری از نابودی اقتصاد آذربایجان جنوبی این است که خود مردم به هر نحوی اعتراضات خود را نشان داده و در مقابل این ظلم ایستادگی نمایند.